اکثر من ذکر هادم اللذات، زیاد یاد مرگ باشید. اون مرگی که ما را کفن پوش میکنه، همچنین این زمین کفن پوش میشیم، سفید میشیم و این زمین هم زنده میشه، از زیر این کفن بیرون خواهد اومد. ما هم زنده خواهیم شد در قبرمون و منکر و نکیر از ما سوال خواهند پرسید از پروردگارمون و دینمون و پیغمبرمون. از طرفی میترسیم از پروردگارمون و از اون روزی که دوباره زنده خواهیم شد. از طرفی هم امیدواریم به پروردگارمون و خوشبینیم. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، بهمون نمیرسه هیچ مصیبتی، دردی، مرگی مگر اونطوری که الله نوشته. اونطوری که الله نوشته از دنیا خواهیم رفت. از خداوند منان و حنان میخواهیم که حسن خاتمه بهمون بده، با نیکی از دنیا بریم، اعمال نیک رو انجام میدیم، کردار نیک رو انجام میدیم تا اینکه به ملاقات پروردگار با توشه‌ای پر از اعمال نیک برویم، عمل خوب رو انجام بدیم و از الله همیشه حسن خاتمه بخواهیم.